بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام. وصال حق. لطفا خودتون رو معرفی بفرمایید، از کجا زنگ میزنید؟ من روشن هستم از اصفهان، تلویزیون هم ندارم آقای انصاری. درست بفرمایید در رابطه با چیه بنده جواب بدم. من اومدم سوال بپرسم از شما. نه، در این برنامه شما باید در مورد کلیپ های ما اول صحبت بکنید. یکی از آخوندهای شما اومد حدیثی رو از بخاری، یک حدیثی رو از بخاری اشتباه ترجمه کرد و خمس غنائم را به خمس کسب و کار به اصطلاح تعریف کرد و آیه‌ای از قرآن دلیلی بیارید برای اینکه خمس آنطوری که آخوندها امروز از کسب و کار مردم میگیرن جایز است. اشکال شما چیه درباره خمس؟ الله سبحانه و تعالی در مورد خمس یک آیه نازل کرده در سوره انفال آیه 41 و این آیه هم این است که وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِینِ تا آخر آیه. این آیه بعد از غزوه بدر نازل شد که اصحاب پیامبر در رکاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم غنایمی گرفتن از کفار و ترجمه این هم این است که بدانید که هر گونه غنیمتی که به دست آورید 1/5 برای الله و برای پیامبر و برای خیشان و یتیمان و مسکینان و در راه ماندگان است. اگر به خدا و آنچه بر بنده خود در روز فرقان یعنی روز بدر که روز برخورد دو گروه یعنی گروه مؤمنین و مشرکین هست در بدر نازل کردیم، ایمان آورده اید و الله بر هر چیز تواناست. به چه دلیلی آخوندهای شما خمس کسب و کار میگیرن از مردم؟ میتونم صحبت کنم الان؟ بفرمایید. ببینید جناب آقای انصاری، ما الان در ایران، شما که در ایران نیستین نمیدونین هم برنامه کاری ایران چجوریه. ببینید در ایران ساخت و سازهایی که میشه، ببین من نظر خودمو میگم، کار به شخصی نظر خود بنده اینه، من یه فرد شغلم آزاده، کارم هم ساختمانیه. بله. ساختمان هایی که در ایران ساخت و ساز میشه قیمت های کذایی در این ساختمان ها میذارن که خب در حال هر کسی نمیتونه این ساختمان ها رو بخره. بله. و خب سود و درآمدهای بالایی هم دارن. خب این ساختمان ها میخوام ببینم اینجوری الان با این سودها، با این چیزایی که برای اینا میگیرن، پولایی که میگیرن، آیا این ساختمون ها عین غنایم جنگی سودش میشه یا نمیشه؟ چه ربطی داره به غنایم جنگی؟ اصلا غنیمتی که در این آیه ذکر میشه عزیزم این مال شخصه، این مالیه که طرف زحمت کشیده، عرق ریخته، کار کرده، تجارت کرده، ساختمان خریده، داره بزنس میکنه، بر این انسان زکات تعلق میگیره. شما یک زکاتی رو که 10 مرتبه در قرآن ذکر شده معطل کردید، کسی نمیپردازه، خمسی رو که به جیب 4 تا آخون میره دارید براش تبلیغات میکنید. آقا این طرف تجارت داره، ساختمان داره، کارخونه داره، بره زکات بده 2.5%. آخون میگه بیا به من خمس بده. در قرآن کریم 1 مرتبه خمس ذکر شده و اون هم در مورد جنگ بدر و غنایمی که از کفار گرفته میشه. یا اینکه آخوندهای شما این مقلدیشون رو کفار میدونن که هرچی از اونا به دستشون اومد باید خمس بگیرن؟ ببینید جناب آقای انصاری، همین حرفای شما مملو از عناد و کینه است. ببین من دارم صحبت میکنم، الان نوبت منه. به این دلیل که شما حالا در یک بحث سیاسی حالا هرچی شکست خوردید، اینجوری نوبتتون رو خالی میکنید. اینو داشته باشید. یک لحظه شما به ما تهمت زدید. نه قدم به قدم میریم جلو. شما گفتید در بحث سیاسی شکست خوردید، دارید مسائل دینی مطرح میکنید. آقا ما در این شبکه شاید که 10% بحث سیاسی داشتیم، بیشتر بحث دینی بوده، بحث قرآنی بوده، بحث روایات و احادیث بوده. این اولا. ثانیا شما کاری به من و برخورد من یا اونطوری که ادعا میکنید کینه ما نداشته باشید. شما به عنوان یک شیعه فردا در روز قیامت الله سبحانه و تعالی
در روز قیامت پیامبر صلی الله علیه و آله میفرمایند که وقتی که انسان قدمش به صحرای محشر باز میشه از چند چیز سوال میشه. از عمرش که در چه راهی خودشو پیر کرده، از مالش که از کجا به دست آورده، در چه راهی خرج کرده. بقیه‌شو میذاریم کنار. مال، این مالی که شما امروز آقا روشن بزرگوار از اصفهان، این مالی که شما کسب کردید اگر 20% رو خمس میدید به یک آخوند، شاید بگید آقا به تو چه؟ به وهابیا چه یا به اهل سنت چه؟ من دوست دارم به آخوندی خمس بدم. الله سبحانه و تعالی شما میپرسه که این مالی که تو باید در راه الله انفاق میکردی چرا به عنوان یک مطلب شرعی دادی به یک آخوند؟ حالا هدیه میدادی، صدقه میدادی، کوفت و زهرمار دیگه اسمشو میذاشتی، چرا اسمشو خمس گذاشتی که ما در قرآن کریم ذکری از این قضیه نکردیم؟ بفرمایید. خواهشاً حاشیه نرید، مسئله رو شخصی هم نکنید. باشه. جناب انصاری باشه. آقای انصاری، ما الان قرآن رو داریم، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن از غنائم یک سوم هر چی به خدا و رسول میرسه، درسته؟ بله. خیلی خوب، خدا اموات شما رو بیامرزه. ببینید جناب آقای انصاری، الان که ما در حال جنگ هستیم، که ما در حال صلح و آرامش هستیم. ببینید یه بابایی شب میخوابه، صبح بلند میشه میلیاردر شده. چرا؟ چون زمین خدایی که این مده خدا حالا یا مثلا با کلاهبرداری یا هر چی گرفته، حالا مال خودش شده دیگه، به قول شما ما این شخصه. خیلی خوب، این شخص الان باید این مالی که به این عنوان به دستش رسیده پاک کنه. بنده از شما سوال کنم جناب آقای انصاری، من الان شما رو میگم یه عالم دین، حالا در وقتی دیگه شما عالم دین وقتی میخواین تبلیغ دین بدین، نشر دین بدین، آقا جان شما درآمدتون از کجا باید بگیرین؟ غیر از مردمه؟ خمس و زکات، آقا میگی زکات، خیلی خوب، مردم ایران زکات میدن. کی گفته مردم ایران زکات نمیدن؟ بنده گفتم شما در ایران نیستین و خبرم ندارین، همینجوری دارین کیلویی برای خودتون یه چیزایی میگی. من خیلی خوبم خبر دارم. من عرضم اینه، میگم از خبر دارم آقا روشن. من عرضم اینه آقای انصاری، بله، بنده میگم خود من در ساخت و ساز هستم، میبینم اشخاصی را که در یک شبه میلیاردر میشن با مالهایی که معلوم نیست از کجا می آید، حالا ارثیه، نمیدونم کذایی، نمیدونم کلاهبرداریه. حالا این بحث خدا مالشو پاک کنه، میاد چیکار میکنه؟ یه روحانی که در تبلیغ دین کار میکنه، دین خدا رو نشر میده، اون روحانی هم هیچ موقع این پول رو برای خودش نمیذاره تو جیبش. والله العظیم من خودم دیدم در شیرخوابگاه ها مصرف میشه، برای ایتام مصرف میشه، برای جاهای دیگه. من این رو که میگم نه دوست دارم دروغ بگم، نه بی خودی طرفداری از کسی بکنم جهنم برای خودم بخرم. خوبه آقا روشن بزرگوار، میبینم به شما عرض میکنم. صحبت‌های شما منعقد شد، ما حرف شما رو گرفتیم. ببینید الان شما فرمودید در شروع صحبت‌ها که حالا که ما جنگی نداریم پس از کجا بریم غنیمت بگیریم که خمسشو بدیم؟ آقا نده، زکات بده. ببین الان اسیر گرفتن در جنگ، خب این یک چیز طبیعی است که در دین اسلام ما میتونیم که وقتی با کسی جنگ داشته باشیم اسیر بگیریم و در مقابل فدیه این اسیرها رو آزاد بکنیم. پس امروز وقتی که ما جنگی وجود نداره بریم 4 تا مسکین بیچاره رو در داخل ایران یا خارج ایران اسیر بگیریم، بعد از فدیه طلب بکنیم از خانوادهشون اینا رو آزاد بکنیم؟ این چه منطقیه که ما امروز که جنگ نداریم با کسی؟ آقا روشن بزرگوار یک لحظه، وقتی که امروز جنگ نداریم ما باید به زور بیایم از مردم خمس کسب و کار بگیریم؟ خب همین طرف که الان میلیارد میلیون هر چی از هزار جایی که پول آورده، حلالی حرامی که پیدا کرده، زکاتش رو بده. اگر مسلمان هست، اگر به اصطلاح ملتزم و پابند به شریعت است. دوستان عزیز در اتاق فرمان این صفحه رو نشون بدن. من همینطوری در اثناء صحبت‌های شما یه سرچی زدم در قرآن کریم. بله، من یه سرچی زدم در قرآن کریم، بیش از 26 مورد زکات در قرآن کریم ذکر شده. مثلا اولش هست و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین. آیه بعدی است که و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة ثم تولیتم.
آیه بعدی است و اقیموا الصلاة و آتوا الزکات و ما تقدموا لانفسکم. این همه این آیات زکات 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 ذکر زکات است. یک آیه ما در قرآن داریم اونم اشاره به خمس غنایم در جنگ بدر هست. شما چرا میخواید اصرار بکنید که مردم باید خمس کسب و کار بپردازن؟ یعنی آیا با شبهات میشه احکام دین رو ثابت کرد؟ الان یک طرفی پولی حرامی به دست آورده، مثلا یک رفته کار ساختمانی کرده، پول حرامی به دست آورده، حتما برای پاک شدن این پول باید خمسش رو با آخون بده تا پاک بشه؟ ثانیاً این پول رو در هر راهی که اینا بخوان مصرف بکنن، خب همین پولای حرام بوده که به حوزه علمی قم دادن که این آخوندار رو سربار جامعه کردن در اونجا. اگر پول حلال می بود که این دروغگاه که نمی اومدن اینجا که صبح تا شام در صدا و سیما و در رسانه هاشون دروغ به خورد مردم بدن. جناب آقای انصاری، الان شما به گردنتون میگیرین که آخوندهای ما روحانیون ربانی ایران دروغگو هستند. شما اینو به گردن میگیرین؟ بله. همین کلیپایی که ما از قزوینی پخش کردیم، ما همین کلیپایی که از قزوینی پخش کردیم بیش از آقای عزیز اجازه بدید. ببینید من نظرمو درباره خمس گفتم. من از روحانی اینو یاد گرفتم، روحانی که تو دروغگوه، اطیع الله و اطیع رسول و اولو الامر منکم. شما این اولو الامر به من ثابت کن کیه؟ اولو الامر حاکمان، اولو الامر رئیس جمهور، اولو الامر پادشاه، اولو الامر. بله آقای انصاری کدوم حاکمان؟ هر حاکمی که بر مسلمان ها حکومت میکنن. جناب آقای انصاری خودتون رو گول نزنید، اینجوری دارین اهانت سریع و آشکار به خدا میکنید. خب شما بفرمایید. شما بفرمایید. ابن یوسف ثقفی اولوالامر بود، چون یزید اولوالامر بود، معاویه اولوالامر بود. عزیزم آقای بزرگوار ببینید مغلطه نکنید، آیه رو کامل بخونید، ترجمه بکنید برای بینندگان. بفرمایید. برادر من میگم تو آخوندی که میگی دروغ میگه، همین آخوند اینو به من یاد داده، کلام الهی را. آقا جان شما میگید رفتن سر قصد مشرکی شرکه، درسته؟ نه کی گفته؟ کی گفته اینو؟ خداوند میگه. کی گفته؟ من گوش کنید. کی گفته؟ آقا روشن بزرگوار. آقا روشن بزرگوار بحث رو منحرف نکنید. کی گفته که سر قبر رفتن؟ در مورد خمس شما هیچ جوابی ندادید. در مورد اینکه سر قبر رفتن شرک است، در مورد اینکه سر قبر رفتن شرک است، من بارها گفتم شما این آخوندا بهتون دروغ گفتن. ما اهل سنت، حالا شما میخواید اسم ما رو وهابی بذارید، سلفی بذارید، هر چی دوست دارید بذارید، میگیم زیارت قبر رفتن عبادت است، سنت است. کی میخواید حرف ما رو قبول بکنید؟ من سنی دارم اینجا میگم بابا زیارت قبر عبادت است. این آخوند دروغگو به شما گفته که اهل سنت یا وهابیا یا سلفیا میگن که زیارت قبر شرک است. خب به شما دروغ گفتن. والله بالله تالله زیارت قبر عبادت است، سنت پیامبر است. هر کی میره به زیارت قبر عبادتی را انجام داده که اجر اخروی براش الله سبحانه و تعالی میده، متابعت از سنت پیامبر کرده. ببینید این یکی از دروغایی است. این یکی از دروغایی است که آقا روشن به شما گفته. اجازه بدین برادر من. ببینید من شیعه میرم کربلا، مرقد مطهر آقایم امام حسین علیه السلام. بله. از خدا ببینید من میگم خداوندا به حرمت و عزت و آبروی این بنده پاکه، این بنده مطهره، این بنده‌ای که رسول فرمود سید شباب اهل الجنه، این بنده‌ای که در راه تو همه چیزی که داد، خداوندا به عزت و آبروی این بنده پاکه من رحم کن، ماداتم را روا کن. این کجا شرکه؟ ببینید عزیزم، شما همین که میرید سر قبر ابی عبدالله الحسین، همین عمل شما که میخواید برید عبادت هست یا تفریح هست، گردش هست؟ عبادت هست یا نه؟ عزیز من عبادت نیست آقا. پس عبادت الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم. اجازه بدین آقای انصاری آقای بزرگوار، اگر این عمل شما عبادت نیست، پس دارید یک کار بیخودی رو انجام میدید. اگر عبادت هست باید دلیل از قرآن و سنت داشته باشید.
من تشکر میکنم آقا روشن بزرگوار از شما. یه لحظه اجازه بدین. تشکر میکنم از شما. شما آقای انصاری یک دقیقه فقط، یک دقیقه دلیلی از جناب آقای انصاری، اطیعوا الله و رسول و اولي الامر منکم. خداوند بندگان پاکش را در ردیف اطاعت خودش میاره. آقا جان، من شیعه، من نوعی، من مسلمان، من انسان وقتی میبینم خداوند اولوالامرانش را در ردیف اطاعت خودش میاره، خیلی خوب، میرم متوسلش میشم. اگر شرک باشه العیاذ بالله زبان الله به خداوند اولی مشرکه. چرا؟ چون بندگان پاکش در ردیف اطاعت خودش میاره. آقا اینی که شما نیاورده آقا روشن بزرگوار، آقا روشن در ردیف اطاعت نیاورده. ببینید گفته اطیع الله، از الله اطاعت کنید و اطیع الرسول و از رسول اطاعت بکنید و اولو الامر منکم. چرا نگفته و اطیع اولو الامر منکم؟ چون این فعل اطیعو فعل آقا روشن عزیز، آقا روشن، خداوند قرآن رو برای من فرستاده، برای خودش که نفرستاده، برای من و شما فرستاده که گوش کنید. من دارم تفسیر. من میبخشید که مجبورم قطع بکنم، کسی که گوش نده. ببینید شما ای دارید به این استدلال میکنید. الله سبحانه و تعالی میفرماید اطیع الله، فعل اطیع رو اینجا آورده، از الله اطاعت بکنید و اطیع الرسول و از رسول اطاعت بکنید و نگفته و اطیع اولو الامر منکم و از اولو الامرتان اطاعت بکنید. چرا نگفته؟ چون اطاعت مطلق فقط از آن الله و رسول است. اطاعت مطلق فقط از آن الله و رسول است. اولو الامر میشه که ازشون اطاعت کرد، میشه که ازشون نافرمانی کرد. اگر مطابق قرآن و سنت عمل کردن ازشون اطاعت میکنیم. اگر مثل حجاج ثقفی اومدن خلاف امر الله و رسولش حکمی رو صادر کردن، اطاعت بر ما واجب نیست. اولوالامری که خلاف امر الله و رسولش کار بکنه، لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق. به خاطر همین الله سبحانه و تعالی فعل اطیع رو برای اولوالامر نیورده، گفته اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم. ادامه آیه بسیار جالبه که آخونده برای شما ترجمه نکردن، نگفتن به شما ای آقا اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم. ادامه آیه میگه فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول. اگر در چیزی اختلاف پیدا کردید، اختلاف به وجود آمد، با کی اختلاف به وجود آمد؟ با اولو الامر. اگر در مسئله با اولو الامرتون اختلاف پیدا کردید، برگردانید به چی؟ به الله و رسولش. فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول. وقتی با اولو الامر مشکلی پیش اومد، اختلافی پیش اومد، شما این حرف اولو الامر رو، حکم اولو الامر رو برگردانید به قرآن و سنت پیامبر. اگر موافق قرآن و سنت بود قبول بکنید، مخالف قرآن و سنت بود بزنید به دیوار. این بزرگترین دلیل عدم عصمت ائمه اهل بیت است که شما ادعای عصمت میکنید با همین آیه. خود آیه، ادامه آیه بزرگترین دلیل عدم عصمت و عدم امامت اوناست. امامت به اون معنی که شما بهش اعتقاد دارید. و من مجبور شدم قطع بکنم چون شما در اثنای صحبت من که داشتم این اشتباه شما را که از برداشت این آیه بود تصحیح میکردم، شما داشتید صحبت میکردید که دو نفر با هم دیگه صحبت بکنم، بیننده چیزی متوجه نمیشه.